سلام، من آسیه پهلوان هستم از مشهد، از شهر مشهد به اینجا اومدم. از طریق مؤسسه قبوس به اینجا دعوت شدم. با موضوع حضرت مهدی قراره که اینجا مجسمه بسازیم و من به صورت انتزاعی یک انسان امروز رو ساختم که خواستم نشون بدم که مجسمه‌ای که ساختم به صورت نشون دهنده غم و حزنیه که توی این مجسمه نشون میده از حالتی که نشسته و داخل مجسمه میخوام اینجا این قسمت نور کار کنم برای اینکه نشون بده که امید به ظهور امام زمان در درونش زنده است، ولی فیگور مجسمه نشون دهنده خسته بودنش از اینکه مدت طولانی صبر کرده برای ظهور امام زمان و این توفیق نصیبش نشده هنوز. متشکرم. جاسر المقابي فنان بحريني مشارك للسنة الثالثة على التوالي. حاليا أنا في اللوحة الثالثة قاعد أشتغل في هذا الموسم حاليا، وكلها تتكلم ثلاثهم عن زمن الظهور وليس الولادة، في زمن الظهور إن شاء الله.